سلام خدمت بیننده های چینل صنعت فلزکاری. بیننده های عزیز خوش آمدین در یکی از ویدیوهای دیگه از ما که قسمت دومی از این ساخت کتاره دیگه است. ویدیو رو انشالله تا آخر سیل کن دیگه، لایک و سابسکرایب هم یادشیم نره دیگه.
بیننده های عزیز کسته در قسمت دوم از دی کار کسته، یعنی میبینیم که ولدینگ کاری دیگه کسته. بعد از او باز ولدینگ کاریش خلاص شد، صافکاری ما دیگه صافکاری منیم بخیره دیگه. میتی ویدیو ادامه داره کسته دیگه. باز رنگ ما رنگ منیم دیگه کسته. ویدیو رو تا آخر بیننده باشین دیگه. بیننده های عزیز کسته اینال دیگه نوبت در رنگمالی رسیده دیگه. رنگ کسته باید کسته خوب حل چنه، گرد چنه کسته، شور دیدش نه تا که خوب کسته فامیدی حل چنه. همراه تیل پترول مو گردنی شور میدی باز کسته باز تحت فنگچه رنگ اندازنی دیگه. رنگمالی ادامه داره کسته. ویدیو رو سیل کن.
ده های عزیز کسته که رنگمالی رو که شروع کنین کسته باید پیش از رنگمالی خوب هر چیز که رنگ نین باید خوب صاف شنه. صاف نشنه باز رنگش به درد نمیخوره. دیگه نال ما زیر خوب صاف کردیم پاک کردیم باید دیگه نال کسته رنگمالی شروع کنیم بخیر. Ikaw ko na?
یک کچارا کسته از آینای کونه کسته یکم شیر از آینای کونه جور کردیم کسته دیگه آینای کونه صاحبش در خانه داشت که ما میروم کسته دیگه او جور کردیم دیگه مقصد کسته یا آینای کونه کسته در بخش صافکاری باید کسته خوب سه با مهارت صافکاریش نه که رنگ های سابقش کسته در مخوره باید خوب سه زودرا پاک شنه رگمال شنه باز رنگ شنه دیگه یعنی مثال کسته مو کسته تنظور مصروفی رفته پاک می که خوب سه پاک شد باز رنگ مالیش شروع دیگه ویدیو رو کسته سل کن دیگه تشکرش
ولا sekolah mana kinjek? Sekolah mana kinjek? Ayo, ya kami kau itu kan? Sudah masuk. Mana kita? بیننده های عزیز دیگه کسا کار کسا به شاندن چه رسیده دیگه بخیر کسا ایر مشینی کسا یعنی چیز رو که تارار کسا که اول دیگه به اندازه پایایش کسا باز زمینی کسا سمیت کسا اصلاح نی باز مشابله یا سیخ کسا کارد نی باز امونگی او که اندازه اصلاح کرد که مکم نی باز پایای که تارا اول دینی دیگه کارا از مون میتر ادامه داره کسا دیگه تشکر است که مور همراهی نیم کسا ویدیو از مو سایل نیم دیگه ویدیو رو تا آخر بازم بیننده باشین دیگه کسا کامنت های خوب از دست نره دیگه کسایی که سابسکرایب نکرده با سابسکرایب کنید دیگه موفق باشین تشکر
مینال کسته نیم استابیلر کسته اینجی چپ منیم کسته هم اندازه پایه کسته استابیلر که در زمین خوب محکم شد باز رو پایه کتاره گذاشت دیگه اینال دیگه کسته مقبله محکم شد ولدینگ نیمو بخیره تا اینج خوب سه ولدینگ شنه محکم شنه دیگه این ولدینگ کاری که ادامه داره دیگه تشکر که بیننده ویدیو از ما هستین.